امروز میخوایم با همدیگه مندی یاد بگیریم به سبک یمنی. یه غذای عربیه که خیلی طعمش خوشمزه است. حالا برای درست کردن این غذای خوشمزه ما نیاز به یک مرغ کوچیک داریم که از وسط بدونیمش میکنیم. بعد با مقداری ادویه و روغن حسابی طعمدارش میکنیم. بهتره که یک روز این مرغ توی این مواد مرینیت بشه. بعد یه قابلمه بردارید، توش پیاز خورد شده و ادویه‌ای که دقیق براتون تو کپشن نوشتم بهش اضافه می‌کنیم. بعد هم برنجی که خیس کردیم رو اضافه می‌کنیم بهش. 2 دونه فلفل سبز و مقداری آب جوش به اندازه 1 بند انگشت آب بالای برنج باید روی قابلمه رو فویل می‌کشیم، یه ورقه نچسب می‌ذاریم داخلش، همه رو سوراخ می‌کنیم، بعد مرغ‌هایی که خام هستن رو روش می‌ذاریم. دوباره همین حرکت تکرار می‌کنیم. این برگا برای اینه که فویل به مرغمون نچسبه. و حالا قابلمه رو می‌ذاریم تو فری که از قبل گرم کردیم. 1 ساعت و نیم حدوداً بهش زمان میدیم با حرارت ملایم. وقتی که مرغمون تو این مرحله کاملا پخت، فویل روش رو روی مرغ رو رومال کره زعفرون میذاریم، بعد دوباره میذاریمش توی یه فر تا کاملا برشته بشه. و در انتها بچه آبهای مرغ از لای اون حفره وارد برنجتون میشه و نگم که چقدر محشر میشه. و حالا برنجی که با آب مرغ مزه دار شده رو داخل دیس میکشیم و بعد هم مرغایی که قشنگ کامل برشته شده روش میچینیم و نوش جونمون میکنیم.